سلام خیلی خوش اومدید به روز 4 چالشمون. حتما خوب بدنتون رو گرم کنید تا بیاید بریم تمرینات اصلی. من حرکات به صورت مبتدی و پیشرفته توضیح میدم بهتون. دوستمون حرکات پیشرفته رو انجام میده. بریم با هم شروع کنیم. خب حرکت اولمون حرکت برپی هستش. پیشرفته ها به این صورت قرار بذارن که پا رو میکشن عقب، سینه رو میرسونن زمین، میان بالا، حالت اسکات میستن. مبتدیا پا رو یکی میکشن بدون پرش، سینه رو میارن، بعد دوباره بدون پرش میان بالا، آروم میستن. خب تایمتون شروع میکنم. بریم. 1 2 3 برو. 40 ثانیه قرار تمرین رو بزنید، بعدش 20 ثانیه استراحت دارید. دوباره همه حرکات رو لطفاً 3 ست بزنید. خیلی عالیه. آها متشکرم. مرسی. کم مونده. آها عالی. 8 7 6 5 4 3 2 و 1 تا شما استراحت کنید. من حرکت بعدی رو بهتون میگم. خب حرکت بعدیمون پاها رو یکم از هم باز کن، دست رو بذار زمین، دست و پای مخالف رو به هم میرسونی، بعد زانو رو میاری نزدیک زمین، میستی و ادامه میدی. مبتدیا اگر زانو درد دارن در حد جزئی زانوشون رو خم کنن، بعد بایستن. دیگه نیاز نیستش که زانوشون رو به زمین نزدیک کنن. بریم. 1 2 3 برو. سعی کن زانو تو صاف نگه داری. خیلی خوبه. عالیه. خیلی خوبه. دم و بازدم فراموش نشه. عالیه. 5 4 3 2 و 1. حرکت بعدی مبتدی و پیشرفته یکی هم حرکت آسونیه، ولی اگر با تمرکز کنید ساق پاهاتون خوب ضربه بکشید. دست صاف میارم جلو، میرم روی پنجه پا، آروم میام. چقدر اینو آروم بیام در اون حد فشار رو بیشتر. بریم. 1 2 3 برو. دم بازدم بالا بریم، دم پایین، بازدم دم بازدم. خوبه. خب حرکت بعدی به این صورته. به پهلو میخوابید بچه ها لطفا. پاها رو از بالا تایمتون. اوکی، تایم استراحت تموم. 1 2 3 برو. عالیه. دم و بازدم فراموش نشه.
4 3 2 و 1. خیلی ممنونم. خب دقت کنید که حتما پشتتون صاف باشه. بازم بالا یا پایین نباشه. کسایی که جان درد دارن، کمر درد دارن، روی رامشون بایستن. توی حالت نگرد. خب بریم. 1 2 و 3. رفت. خسته کننده است ولی خب خیلی حرکات مفیدی هر کل 10